در تحولات اخیر، گزارش‌های مبنی بر گفتگوهای محتاطانه بین رهبران اسرائیل و طالبان وجود دارد که به تغییر بالقوه در پویایی دیپلماتیک اشاره دارد. برقراری روابط دوستانه بین این دو نهاد بدون شک مستلزم مذاکره دقیق و دیپلماسی راهبردی است. در اینجا چند اصل کلی وجود دارد که می‌تواند در تقویت پیشرفت‌های دیپلماتیک نقش داشته باشد. 1. کانال‌های دیپلماتیک. تشویق به راه‌اندازی کانال‌های دیپلماتیک می‌تواند محوری باشد. استفاده از واسطه‌ها یا نهادهای بی‌طرف برای تسهیل خطوط باز ارتباط ممکن است راه را برای گفتگوی سازنده هموار کند. 2. میانجیگری. مشارکت سازمان‌های بین‌المللی یا نهادهای دیپلماتیک برای میانجیگری در بحث‌ها، زمین‌های بی‌طرف برای گفتگو و حل منازعه فراهم می‌کند.